سلام و درود خدمت شما دوستاهای عزیز. امیدوار هستم جور و صحتمند و سر حال باشین. من عبدالمقتدر قاسمی از چینل یوتیوب بچهای دهکده در خدمت شما عزیزان قرار دارم. امروز موقعیتی که قرار داریم ولسوالی در آیوی بدخشان است. قریه شخ گیلان. قریه شخ گیلان آمدیم. قریه شخ گیلان بخش شما نشان بدیم که در سطح دنیا، در سطح افغانستان یک قریه به نام قریه شخ گیلان موجود بوده و وجود داشته. دیگه تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. سلام علیکم لالا. خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ سر حال هستین؟ اسم شما؟ اسم روح الامین. لالا روح الامین از زمین قریه شخ گیلان هستین؟ بله باشنده قریه. چند سال هستین؟ حدود 23 یا 24. انسان سنی اصلیش نمیفهمه چون احتمالی است دیگه. اما خانواده‌ام که است احتمالی میفهمه. بعضی مردم‌ها هستن که نیت تاریخ دقیق میگیرن، تاریخ دارن. تاریخ دقیق اما تذکره است که اما دقیق نیست. پدر من عادت داره که هر کس که تولد شد یک کتابچه داره، کتابچه تاریخ. همه تاریخ روز تولد میگیره، ساعت چه میگیره. آدم تاریخ بیان است. مصروف چی کاروبار هستین؟ والا مصروف دای وطن دیگه کاروباری هم نیست. هیچ. تحصیل کرده هستین؟ تحصیل کردم. ما فارغ التحصیل پانتون هستم. بخش فیزیک خواندم. از تخار فارغ هستم. مکتب دکشا خوندگی سین؟ مکتب لیسه عارفان. لیسه عارفان. دکشا عارفان. این موقعیت باغ صوفی است. پایان‌تر. بله این مکتب که شما تیر شدین همونش است. قریه به نام شخ گیلان یاد میشه. به نام شخ گیلان یاد میشه. اگر مصفد دیگه تاریخ بیان از دوران سابق بخش ما بگه که قریه. والا خب ما مصفد تاریخ بیان نداریم. اگر متفاوت میشه دیگه او جایی که من میفهم که به نام شخ گیلان حتما دیگه نامش شما میگی به چه خاطر به نام یاد میشه؟ نامش به خاطر چی یاد میشه؟ خب قراره که شما مشاهده میکنید دیگه شخ هست دیگه. موقعیت به نام شخ به ما خاطر به نام شخ گیلان یاد میشه. دیگه کدام تاریخی کهن نداره. به خاطر که مردم قریه دیگه در تذکره به نام یک قریه دیگه هستن. خیر مردمش موضوع خیر بیگ. بله با او خاطر دیگه او تاریخی کهن نداره. بله. چقدر نفوس داره قریه؟ حدود 500 نفوس زیادتر شاید باشه. 500 نفوس. 500 هم زیادتر شاید باشه نه؟ ای 500 هم شاید زیادتر باشه. سطح تحصیل کرده در قریه چه رقم است؟ یعنی تحصیل کرده دارن که فیض آباد یا تخار کندز کابل؟ سطح تحصیل کردهش متاسفانه که زیاد نیست. تعداد کمی محصل ما داریم. ما فعلا محصل به هر حال یک تاسته. دیگه بچه‌ها هستن آماده کنکور میخونن. بله. این قریه با چه چالش‌های روبرو است؟ والا خب چالشش دیگه در کل بدخشان یک ولایت سرحدی است. خصوصا در ایم که سرحدی تر است دیگه هواش هم سرد است. این باز قریه ما که است دیگه همیشه اوضاع هوا هم خراب است. چالش یعنی هوای سرد مردم زیاد رو دروستن. دیگه زمینای زراعتی هم کم داره. مشکلات هست دیگه. این آب آشامیدنی مردم آب زراعت از کجا؟ آب آشامیدنی دیگه از طریق پایپ میاد از اون طرف. از دریا و برکس. از دریا میاد. شما پایپ کش کردگی است. برای جوانا نسل آینده چی گفتنی دارین؟ والا برای نسل آینده گفتنی ما همیسته که تحصیل بکنن. تحصیل. درس و تعلیم بکنن. این برشون بهتر است از اینکه بی سواد بمونن. واقعا که خوب گپ است و خوب بله. تاثیرگذار است. خب لالا یک 2 دقیقه قطعی ما امروزی کنیم بالا. سنی سن اول ما را بگیسمت دیگه اینجا مسجد است. اینجا موقعیت مسجد است. یا مراکز اجتماعی است. مدرسه هم است. ماشاءالله اونی و زیرات یک طبیعتی داره. دیگه خود طبیعتی بدخشان است دیگه. ماشاءالله ایسا جای برابر. بله. برق یابی دارین؟ خب برق آویز دیگه. بریم خیلی پیش همی کلانا ببینیم که در کنجی مسجد ششتن. بله. این میمانخانه است یا مدرسه است؟ مدرسه هم است و مراکز اجتماعی هم است. کاکا هم همیجا دیگه جای برابر گیر کردن ششتن. سلام علیکم. السلام علیکم. نخزین ناجی سیبا. واسین صحتمند هستین؟ بخیر هستین؟ واسین شما
جان شما جور است بخیر هستین چه رقم واسه سیب جان شما جور است بخیر هستین واسه صحتمند هستین دوستای شما گرم دوستای ما خانه خیلی خوب هستین جان شما جور است بخیر هستین سلامت هستین یا پاس رومیس بخیر هستین سلامت هستین بشینید سواجی سیب بشینید خدام بسم الله باره این قریه این قریه چقدر نفوذ داره مردمی از کجا آمده دیگه مردمش از خیلی همین خیره است مردمی که این کسایی که اول آمده این قریه از کجا آمده اول این خیره پایان باغ صفی میگن از بری او آمده در اینجا چند تقریبا این چند سال پیش یکان 40-50 سال پیش شاید آمده این قریه و قدامت تاریخی نداره نه نداره نه قسمی نه بنام تذکره ما بنام خیربیک است بنام خیربیک قدامت تاریخ ما اصل و مو خیربیک است یعنی قریه حدود 40-50 سال زیاد 80 سال 80 سال 90 سال جمع در پیشم 100 سال با کلانای شما اما خیربیک اومدن همیجا بله هم خیربیک اومدن اینجا مسکنگزی شدن شما اون وقت در اینجا زندگی میکنین بله خودتان چند سال هستین؟ ما شاید اون 55-56 باشه دمی 56-55 سال عمر در اینجا گذشت خیلی دیگه پیشتر سابقات چی رقم بدینی نظر بای روزا و بای سالا خود نظر سابق هم وطن موقع وطنی که با تعریف نیست پس وطن سو حالش همون نه آخی در حساب که نه چیزش بود سابقه آخه ما شما زندگی کردیم در انقلاب همین سر بدر کردیم در انقلاب تا آلیازی دیگه یه چیز شما دیگه برادر گلی من با شیخ خشی و دیگه شنیدیم غیر انقلاب نه زدن کندن که طالب صاحب آمده که با دیگه بود دیگه مجاهد صاحب آمده دیگه ش آمده می شکل رفت پایه در پایه این قریه چقدر نفوس داره؟ کنو مونده؟ 500 تا هست احتمالی هم 500 این در قریه کلام کمک هست کمک هست کمک که نوع چیزیه با اندازی که کمک نیست کمک نیست آن وقتی اگه سال پیش اگه نوع چیزی رو دارای چند خونه است قریه؟ 60 خونه از من بپرسان سلام علیکم علیکم السلام مونده باشه بخیر جون سیار خوب سلامتی بخیر است جون جون چند خونه است 60 خونه است 60 خونه دیگه خونه هم برای جقیل است خونه کلی گمی اطراف و پایان از هم پایان باغ ذخیره از همون اومده یا تا او بالا از تیغه و طرف خونه ماست همین جای برابر گیر که این هر ویگل بسیار جای خوب ماشاءالله ببین چقدر بهار چقدر زیباست بسیار وطن زیباست خلق خدا بسیار وطن زیباست الحمدلله بچه‌ها چی کار میکنن بچه‌ها همین تو کار بار دهقانی و همین کارا رو میکنن زید خودتون بیکار هستین خیلی ما کم تون کار بیکار نمیشه بیکار بشین دیگه بیکاری نمیشه نه خب نمیشه آجی بچگی‌ها چی رقم گذاشت جوانی بچگی‌ها بسیار خوبش تیرش فضل الحمدلله آرامی بود در اون وقت هم که اگه وطنم کم بودم که بود مقصود آرام زیاد بود بسیار خوب بود درس خوندگی هستین درس 3 سال مدرسه خوندیم مدرسه مکتب بود مکتب بود ولی مکتب خوندگی اول انقلاب نه ما اول انقلاب اما مکتب بود که وقتی که ما با مکتب شدیم مکتب سقوط کرد یکم 52-53 سال مون تشکر زیاد دوستیب زنده باشین سلامت باشین یک جان تشکر مهمان باشیم ما کجا میرین سلامت باشین میرین دیگه بخیر شب تیر کنیم امروز ما سلامت باشین تشکر زیاد تشکر زنده باشین خداحافظ تشکر زیاد موفق باشین خداحافظ شب میشه خوب میشه سلامت باشین تشکر زیاد خداحافظ